صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که 2/3 مهاجران افغان که از پاکستان اخراج شده اند را کودکان تشکیل می دهند. تاج الدین آیوالا رئیس دفتر یونیسف در افغانستان می گوید که از سپتامبر سال 2024 میلادی تا کنون 600,000 مهاجر از پاکستان وارد افغانستان شده اند که حدود 2/3 آنان را کودکان تشکیل داده اند. آقای تاج الدین امروز دوشنبه اول ثور با نشر پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که 782 نفر این کودک از خانواده هایشان جدا شده بودند و با کمک یونیسف دوباره با خانواده های خود پیوسته اند. وی اضافه کرده است که به تازگی از منطقه مرزی تورخم بازگشته، جایی که با شماری از کودکان اخراج شده از پاکستان ملاقات کرده است. اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان همچنان ادامه دارد و بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی روزانه صدها نفر از مهاجران افغانستان کشورشان بازگردانده می شوند. این روند را از اول ماه جاری میلادی آغاز کرده شده است و دولت پاکستان اعلام کرده است که از آن عده شهروندان مهاجری افغانستان که کارت ICC دارند و نیز مهاجران فاقد مدرک از این کشور اخراج می شوند.